خواننده آیینی جناب کسرا کاویانی از سال 86 به عنوان خواننده کار خودش. دوستان موافقید کار راجع به ایران و کشور عزیزمون بشنویم با هم دیگه؟ کاویانی از سال 90 رو به آهنگ‌های مذهبی و آیینی آورده. کار ایران که منتخب شبکه خبر ترانه جمعه آسمانی از همین مجموعه رو برنامه. آقای کسرا کاویانی خواننده منتخب شبکه سراسری 2 شدند. آلبوم آسمانی که تمام این ترکاش تقدیم شده ساحت مقدس صدای مخملی آقای کسرا کاویانی رو شنیدید. بنده به عنوان خواننده آیین مذهبی کوچکترین ذره‌ای هستم که برای وطنم می‌کنم.